سلام و عرض ادب خدمت همه دوستای گلم. امیدوارم حال همتون در این روزهای سخت خوب باشه. در این بخش می‌خوایم درباره بازیکنی صحبت کنیم که بعد رفتنش رئال یه روز خوش ندید و هنوز جای خالیش احساس میشه. این بازیکن نه راموسه، نه کاسیاسه، نه پپس، نه مارسلو و نه حتی کریس رونالدو. تونی کروس، بازیکنی که در سال 2014 دقیقاً در چنین روزی با 25 میلیون یورو رئالی شد و این شاهکار فلورنتینو پرز بود و لقب دزدی قرن رو بهش دادن. بریم عملکرد تونی کروس در رئال مادرید رو یه بررسی کنیم. میانگین 94% پاس صحیح در هر بازی، 93 تا پاس گل، 28 تا گل، 23 تا جام که 5 تا چمپیونز لیگ. تونی کروس در اوج، در حالی که بازم میتونست فیکس رئال مادرید باشه، در آخرین بازیش برای رئال مادرید چمپیونز لیگ گرفت و بالاخره دیدیم اسطوره‌ای از رئال مادرید در خود رئال مادرید خداحافظی. ببینیم رئال مادرید دنبال گزینه‌ای برای جانشینی تونی کروس میره یا نه. خود مورینیو برای جانشینی تونی کروس انزو فرناندز رو در نظر داره. البته گزینه‌هایی مثل رودری و مکالیستر هم وجود دارن، ولی گزینه مد نظر مورینیو انزو فرناندزه. البته در کل بخوایم بگیم هیچ بازیکنی واقعا شبیه تونی کروس وجود نداره، ولی باید هر طوری شده جای خالیشو پیدا کنیم و پر کنیم.